مجموعه پادکست های اسپریت اند لایف در زمینه روانشناسی عمقی. این مجموعه مدل یونگ از سایکی بخش اول. سلام، من زروان هستم. به مجموعه پادکست های اسپریت اند لایف درباره مدل یونگ از سایکی خوش اومدید. این پادکست ها ترجمه درسنامه های انستیتو یونگ زوریخ از دکتر جان بتز، روان تحلیلگر یونگی و آموزش دیده در مکتب یونگ زوریخ است و بر پایه روانشناسی تحلیلی یونگ و موضوعات اصلی مرتبط با اونه و برای کسانی که به شناخت خودشون علاقه‌مندن و همچنین کسانی که در این حوزه مطالعات تخصصی دارن بسیار مناسب است. روش کار ما در این مجموعه پادکست ها به این شکله که اول مفاهیم اصلی روانشناسی عمقی رو طرح می‌کنیم و در موردش توضیح میدیم تا بتونیم همراه هم اصول اولیه روانشناسی تحلیلی یونگ رو درک کنیم. در ادامه سراغ موضوعات تخصصی روانشناسی عمقی میریم و مواردی مثل تحلیل رویا و تخیل فعال رو مطرح می‌کنیم. برای فهم بهتر سراغ تفسیر و نقد فیلم میریم و همینطور در مورد کاربرد این مفاهیم در مسائل اجتماعی روز هم صحبت میکنیم. مسائل مهمی مثل اینکه انسان بودن در دنیای امروز به چه معناست؟ جایگاه مذهب و معنویت در زندگی امروز ما کجاست؟ ارتباط بین عصر روشنگری و روانشناسی تحلیلی یونگ چیه و یونگیان‌ها چطور معنای این مسائل رو درک می‌کنن؟ وقتی وارد نیمه دوم عمر میشیم و با بحران میانسالی روبرو میشیم چه اتفاقاتی میفته و بحران میانسالی دقیقاً به چه معناست؟ یونگیان‌های تأثیرگذار و پیشرو در دنیای روانشناسی یونگی امروز چه کسانی هستند و چرا کتاب‌ها و سخنرانی‌های اونها برای خیلی از مردم بسیار جذابه؟ آیا شما هم به این مسائل فکر کردین؟ در این پادکست میخوام جنبه‌های اساسی مدل یونگ از سایکی رو بیان کنم و با این فرض شروع میکنم که شما با این مفاهیم آشنایی قبلی ندارین. بیاین درباره مدل توپوگرافیک سایکی صحبت کنیم. این یک مدل ساده است که میشه باهاش فهمید سایکی یا روان به روایت تصویر چطور دیده میشه. برای این قسمت شما میتونید یک کاغذ بردارید و روش یک مثلث بزرگی بکشید. البته تو ذهنتون هم میتونید این کارو بکنید، طوری که سرش به سمت بالا و قاعدش به سمت پایین صفحه باشه و با دو خط موازی افقی مثلث رو به 3 قسمت تقسیم کنید. حالا ما در این مثلث 3 قسمت مجزا داریم، یک مثلث در بالا و 2 زوزنقه در زیر اون. به این نکته توجه کنید که وقتی از واژه استراکچر یا ساختار استفاده می کنم منظورم ساختار آناتومیکال یا کالبد شناختی و تشریح مغز نیست. در واقع من دارم از این واژه برای توضیح دادن مدل یونگ از سایکی استفاده می کنم تا با کمک اون بتونم اصطلاحات اصلی رو شرح بدم. منظورم از ساختارهای سایکی اجزا یا واحدهاییه که درون سایکی وجود دارن که به طور خلاصه شامل ایگو، عقده‌ها و آرکیتایپ‌ها هستند که در ادامه در مورد هر یک از آنها صحبت می‌کنم. شاید فکر کنید دارم پراکنده‌گویی می‌کنم، اما می‌خوام در ابتدا یک تصویر کلی به شما نشون بدم که در ادامه با توضیح مطالب به درک یکپارچه و منسجمی از مفاهیم برسیم. قبل از هر کاری اصطلاحات اصلی که برای صحبت درباره مدل یونگ از سایکی نیاز داریم رو تعریف می‌کنم. اول معنی سایکی یا روان رو شرح میدم و بعد به سراغ تشریح ناخودآگاه میرم. پس بیاین ببینیم واژه سایکی یا روان که اینقدر داریم ازش استفاده میکنیم یعنی چی؟ در واقع سایکی واژه یونانی با مفهوم روانه و با روح که معادل اسپریت هست تفاوت داره. سایکی یا روان مجموع تمام فرایندهای روانی خودآگاه و ناخودآگاه ماست، یعنی تمام فرایندهای روانی چه خودآگاه چه ناخودآگاه در سایکی اتفاق میفته. روان به هیچ وجه یک واحد یک نواخت و هماهنگ نیست، بلکه برعکس ترکیبی از رانه‌های متناقض، محدودیت‌های ممنوعه و احساسات و عواطفی که درگیری و ناسازگاری بین اونها برای خیلی از افراد اونقدر ناخوشاینده که برای فرار از اون حتی به روش‌هایی که مذهبیون توصیه می‌کنن پناه می‌برن.
روان از راه تعامل عوامل بسیاری نمایان میشه، از جمله ایگوی فردی، جنسیت، خلق و خوی موروثی، تیپ و طرز رفتار روانی و همچنین میزان کنترل آگاهانه بر غرایز. با یادآوری این نکته که مقدمات همیشه بیش از حد ساده هستند، میشه گفت روان نقطه شروع همه تجربه‌های انسانیه و همه دانشی که کسب کردیم نهایتاً به اون برمیگرده. روان آغاز و انجام همه شناخت هاست. روان نه تنها موضوع شناخت علم هست، بلکه فاعل شناخت علم هم محسوب میشه. در واقع میشه گفت روان هم مورد مطالعه و تحلیل قرار میگیره و هم مطالعه و تحلیل میکنه. با اینکه همواره این تردید وجود داشته که روانشناسی یک علم هست یا نه، اما از اونجایی که روانشناسی در پرداختن به مفهوم روان حق طرح مسائل تئوریک رو داره، مسائلی که حل و فصل اونها از مشکل ترین وظایف فلسفه آینده است، این امر باعث میشه که در مقایسه با دیگر علوم متمایز باشه و مقام یکتایی داشته باشه. برای درک بهتر سایکی میتونیم اون رو به صورت مجموعه از 3 المنت یا عنصر تصور کنیم. این 3 بخش عبارتند از خودآگاه، ناخودآگاه شخصی و جمعی و بدن. این مجموعه به صورت یک مثلث و دایره‌ای دور اون ترسیم میشه که کمی جلوتر شکل و ساختارش رو بیشتر توضیح خواهم داد. خیلی مهمه که در درک اولیه خودمون از روان این نکته رو بدونیم که یونگ سایکی رو به 2 شاخه ذهن و بدن، یعنی اونجوری که در روانشناسی اون موقع مرسوم بود، جدا نکرد. دلیل خوبی هم برای این مسئله وجود داشت، چون سایکی میتونه خودش رو به شکل و روش‌های متفاوتی ابراز کنه، یعنی روش‌هایی که من و شما اونها رو به عنوان روش‌های شهودی میشناسیم. مثلا ما شاید آگاهانه توی خودآگاهمون به یک مسئله فکر کنیم و نتیجهش رو به شکل ناخودآگاه و به صورت خواب تجربه کنیم. روش دیگه‌ای که ممکنه سایکی خودش رو ابراز کنه به شکل علائم سوماتیکه، علائم بیماری‌های جسمی که منشأ روانی دارن، چیزی که همه ما تجربه می‌کنیم، مثل تجربه اضطراب. به این شکل که اگر ما به یک اتفاق ترسناک در آینده مثل امتحان و یا یک مصاحبه کاری فکر کنیم، متوجه میشیم که بدنمون علائمی مثل عرق کردن کف دست و افزایش ضربان قلب رو نشون میده. میبینید که ایده خودآگاه امتحان یا مصاحبه کاری در آینده باعث شد که قسمت‌های دیگه سایکی اضطراب رو در بدن ابراز کنن. عبارت اصلی بعدی که میخوایم در موردش صحبت کنیم ناخودآگاهه. به شکل ساده میشه گفت ناخودآگاه یعنی تمام خاطرات ما، مسائلی که نمیتونیم به یاد بیاریم و در دسترس خودآگاه نیست، به علاوه تمام اون مواردی که سرکوب شده. یونگ مثل خیلی از نظریه پردازان روان تحلیلی دیگه ناخودآگاه رو به شکل منفی بیان کرد. این یعنی چی؟ یعنی اینکه ناخودآگاه یعنی تمام اون چیزی که در حوزه خودآگاه و یا هوشیاری و آگاهی ما نیست. اما این مسئله واقعا توضیح نمیده که ناخودآگاه چی هست. البته ما تو قسمت‌های بعدی عمیق‌تر بهش نگاه می‌کنیم و می‌پردازیم. پس تا اینجا راجع به 2 عبارت سایکی یا روان و ناخودآگاه حرف زدیم. حالا به اون تصویری که کشیده بودین نگاه کنین. مثلث بالایی که داخل مثلث اصلی ماست خودآگاهیه یا همون ضمیر خودآگاه. اون شکل پایین یعنی زوزنقه‌ای که وسط قرار گرفته ناخودآگاه فردیه و آخرین شکل یعنی زوزنقه پایینی میشه ناخودآگاه جمعی ما. این مدل سایکیه که به یه روش خیلی ساده و مؤثر به تصویر کشیده شده. البته ما باید یه جنبه دیگه از سایکی رو هم به حساب بیاریم. این مثلث 3 لایه یا 3 بخش سایکی رو نشون میده که داخل بدن قرار گرفته. پس الان باید یک دایره بزرگ دور اینا بکشیم که نشون دهنده بدن باشه. این شکل رو الان میتونید روی صفحه گوشی یا مانیتور لپتاپتون ببینید.
حالا میخوایم تک تک این بخش ها رو بررسی کنیم. خودآگاه یعنی آگاهی ما، اینکه چطور هوشیاریم، اینکه چطور میتونیم با بقیه تعامل کنیم، فکر کنیم، به یاد بیاریم و خودمون رو توی یک محیط فیزیکی ببینیم. ساختار درونی خودآگاهی یا آگاهی ایگوه. بدون ایگو نمیتونستیم آگاه باشیم و مهمتر از اون بخش‌های دیگه سایکی هم نمیتونست در زمینه‌های تجربه‌های زیست شده چیزی برای کارکرد داشته باشن. لازمه یکم واضح‌تر براتون توضیح بدم که ایگو چه کارهایی برای ما میکنه. در ابتدا اینو بگم که مکاتب بسیاری از روانکاوی گرفته تا مذهب به شکل کاملا متفاوتی از واژه ایگو استفاده میکنند. ما اینجا داریم ایگو رو متناسب با روان تحلیلی یونگی به کار میبریم. بنابراین بهتر اینطور بگیم که از دید روانشناسی یونگی ایگو در سایکی چه عمل کردی داره. ایگو 5 کارکرد اصلی داره که نام میبرم و هر کدوم رو توضیح میدم. 1. ثبات شخصیت. 2. ثبات هویت. 3. تشخیص. 4. کارکردهای اجرایی. 5. واقعیت آزمایی یا توانایی تشخیص خیال از واقعیت، تشخیص خود از غیر خود. حالا میخوام هر کدوم از این کارکردها رو توضیح بدم. اول با ثبات شخصیت شروع میکنیم که به این معناست: شخصیت کلی من در طول زمان به طرز معقولی ثابت میمونه. برای مثال، وقتی قرار قهوه با دوستم میذارم یک ایده و تصور کلی ازش دارم، اینکه شخصیتش به چه شکلی هست. میدونم چی میتونه اذیتش کنه، روی چی حساسه، ارزش‌هاش چی هستن. یعنی یه درکی از شخصیت دوستی که باهاش قرار میذارم دارم. ارتباط برقرار کردن با دوستم خیلی سخت میشد اگه شخصیتش هر روز تغییر میکرد. پس انسان‌ها به درک ثبات شخصیت همدیگه در طی زمان نیاز دارن. در روابط با افرادی که از اختلالات شخصیتی رنج میبرن، ویرانی و آشفتگی رو تجربه میکنیم، چون هیچ وقت مطمئن نیستیم که امروز قرار اون فرد چه کسی باشه و دردناکتر اینه که خود اون فرد هم رنج شدیدی رو به خاطر عدم ثبات شخصیتش تحمل میکنه. دومین عملکرد ایگو ثبات هویته. به این معناست که خودآگاهی ما در طول زمان ثابته، یعنی وضعیت آگاه بودن ما از خودمون و از هویتمون در طول زمان تغییری نمیکنه. مثلا میدونیم کی هستیم، چه چیزهایی رو دوست داریم یا نداریم، از چه چیزی دفاع میکنیم، طرفدار چی هستیم، از چه راهی امرار معاش میکنیم، دوستانمون کیا هستن، چه تفریحاتی رو دوست داریم. وقتی شب قبل از خواب به خودمون در آینه دستشویی در حالی که داریم مسواک میزنیم نگاه میکنیم، میدونیم فردا صبح هم که داریم دوباره همین کار تکراری رو انجام میدیم، هنوز خودمونیم. یعنی هویت ما زمانی که خواب بودیم تغییری نکرده. فیلم هایی که این عملکرد ایگو در شخصیت فیلم آسیب دیده واقعا به ما نشون میده که یک تغییر ناگهانی در هویت و عدم ثبات چقدر میتونه ناراحت کننده باشه. دارم به فیلم هویت بورن با بازی مت دیمن فکر میکنم که چطور شخصیت اصلی نمیتونست بعد از تروما و آسیبی که دیده به یاد بیاره که کیه و باقی فیلم درگیر این میشه که بفهمه کی هست و باید از چی دفاع کنه. سومین کارکرد ایگو شناخت و تشخیصه. یعنی ایگو به ما کمک میکنه که اطلاعات رو پردازش کنیم، مسائل رو حل کنیم و یا مواردی رو به خاطر بسپاریم. مثلا من میدونم هفته بعدی که دوباره مراجعه امروزم رو میبینم اون رو به یاد میارم و هنوز خاطرم هست که روی چه مسائلی میخواد کار کنم. همین مورد برای شما هم صدق میکنه وقتی یه فرد جدیدی رو ملاقات میکنید. موارد خاصی هم هست که در اونها عملکرد ایگو کاهش پیدا میکنه، مثل افسردگی شدید که توان تفکر و تمرکز و یادآوری ما تحت تاثیر قرار میگیره و ما احساس تنهایی و انزوای شدیدی میکنیم. چهارمین عملکرد ایگو کارکردهای اجراییه. به شکل ساده میتونیم اینجوری بیانش کنیم که کارکردهای اجرایی توانایی ما برای رویارویی با خواسته های روزمره‌مونه. مثلا من میدونم باید قبل از اینکه مسواک بزنم خمیر دندون رو روی مسواک قرار بدم، نه بعدش. یا قبل از اینکه کفشم رو بپوشم باید جوراب بپوشم. یا صبر کنم که چراغ سبز بشه و بعد حرکت کنم.
همه ما روزانه هزاران کار کوچیک این شکلی رو داریم انجام میدیم که نیازمند یاری ایگو با تفکرات و اعمال متوالی و مناسبه. یه تجربه ناراحت کننده که شاید خیلی از ما داشته باشیم کهولت سن دوستان و آشنایانمونه که به تدریج دچار دمنشیا یا زوال عقل میشن، طوری که انجام مراقبت‌های شخصی اولیه و روزانه براشون دشوار میشه. نمیتونن رانندگی کنن یا اینکه رفتار اجتماعی مناسبی داشته باشن. این تجربه به ما نشون میده که از دست دادن کارکردهای اجرایی ایگو چقدر میتونه سخت باشه و اینو در نظر بگیرین که چقدر توانایی ایگو برای عملکرد اجرایی به ما کمک میکنه که بتونیم زندگی خودمون رو ادامه بدیم و دوام بیاریم. عملکرد پنجم ایگو واقعیت آزمایی یا توانایی تشخیص خیال از واقعیته. مرز بین خودآگاه و ناخودآگاه مبهمتر از اون چیزیه که ما تصور میکنیم. تشخیص هوشیار بودن در مقابل ناهوشیاری از دیگر توانایی‌های ایگوه، یعنی درگیر شدنش توی واقعیت آزمایی، یا به شکل ساده تر میتونم بگم توانایی درک و پیروی از قوانین اساسی فیزیک. برای مثال ما میدونیم که قبل از پیاده شدن از ماشین باید در ماشین رو باز کنیم یا اینکه از طبقه دهم یک ساختمون به پایین پرواز نکنیم، بلکه سوار یک آسانسور بشیم. یا مثال دیگه‌ای، وقتی من با یه فنجون چای پشت میزم میشینم میدونم این مایعی که داخل فنجون چای هست، نه چیز دیگه، و اگر فنجون رو روی میز قرار بدم روی زمین نمیریزه. تمام اینها از عملکرد واقعیت آزمایی ایگو میاد. افرادی که دچار روانپریشی میشن این توانایی رو از دست میدن و در وضعیت روانی طبیعیشون به خاطر ضربه، تصادف یا مصرف دارو یا حتی تجربه خلسه یه سری تغییراتی ایجاد میشه که بهش میگن حالت هوشیاری دگرگون شده. تو این حالت باور میکنن که ممکنه بتونن مثلا از طبقه دهم ساختمون به سمت پایین پرواز کنن، یا اینکه شخصیت توی فیلم رو واقعی میبینن و حس میکنن در اتاق نشیمن حضور داره، یا اینکه اژدها میتونه از صفحه تلویزیون وارد اتاق بشه. ممکنه خیلی از ماها حالت از هوشیاری دگرگون شده رو تجربه کرده باشیم، مثلا در اثر مصرف مواد روانگردان یا ورود به خلسه با مدیتیشن یا حتی خستگی و تب شدید. با این تجربه ما چیزایی رو دیدیم که واقعا وجود نداشتن یا سعی کردیم کارایی رو انجام بدیم که خطرناک یا از نظر فیزیکی غیر ممکن بودن. یونگ در کتابش در مورد ایگو اینجوری می‌نویسه: عقده ایگو در حوزه مرکزی آگاهی ما قرار گرفته است و شناخت شخصیت ایگویی اغلب با خودشناسی اشتباه گرفته می شود. هر کس که اصولاً از آگاهی ایگوی خودش برخوردار باشه اینطور فرض میکنه که خودشو میشناسه، ولی ایگو فقط محتوای خودشو میشناسه و از ضمیر ناخودآگاه و محتویات اون بی اطلاعه. آدم‌ها معمولاً میزان خودشناسیشونو با اون چیزی که یه آدم معمولی در اطرافشون درباره خودش میدونه اندازه میگیرن و نه با واقعیت حقیقی روانشون که بیشترش هم ازشون پنهانه. از این لحاظ روان هم مثل جسمه که یه آدم معمولی چیز زیادی درباره ساختار آناتومی و فیزیولوژیکش نمیدونه. یکی از اولین وظایفی که در فرایند تفرد وجود داره اینه که ایگو رو از عقده‌های درون ضمیر ناخودآگاه شخص، به خصوص پرسونا، سایه و آنیموس تفکیک کنیم. زمانی که بتونیم این موارد رو بشناسیم و اونها رو از هم تفکیک کنیم، یک ایگوی قوی میتونه بدون اینکه خودش با اونها همزاد پنداری کنه، به طور عینی با این عقده‌ها و سایر محتویات ضمیر ناخودآگاه و خودش رابطه برقرار کنه. از اونجا که ایگو خودشو همیشه مرکز روان میدونه، به سختی میتونیم جلوی همزاد پنداریش با خیشتن را بگیریم. خیشتنی که ایگو موجودیت خودش رو مدیون اونه و در سلسله مراتب روان تابع اونه. رابطه ایگو با خیشتن مثل رابطه متحرک با محرکه،
یا سوژه با اوبژه. برای اینکه عوامل تعیین کننده‌ای که از خیشتن به بیرون بازتاب پیدا می‌کنن، ایگو رو از هر طرف در بر می‌گیره و به همین علته که خیشتن نسبت به ایگو ارجحیت و برتری داره. خیشتن مثل ضمیر ناخودآگاه موجودی پیشین و متقدمه که ایگو درون اون رشد کرده. خود همزاد پنداری با خیشتن به دو طریق ممکنه اتفاق بیفته. یا خیشتن ایگو رو هضم و جذب میکنه، یعنی در خودش جا میده که در این صورت ایگو تحت کنترل ضمیر ناخودآگاه قرار میگیره، یا خیشتن در ایگو غرق میشه که در این صورت ایگو اهمیت بیش از حد پیدا میکنه. در هر دو مورد تورم ایگو ایجاد میشه که باعث میشه خیشتن نتونه با محیط خودش سازگار بشه. در روانشناسی یونگ، استایل و ظاهر هر فرد بخشی از زبان ناخودآگاه و بیان هویت اوست. یونگ معتقد است ظاهر ما بخشی از زبان درونی ماست و آنچه انتخاب می‌کنیم بازتابی از هویت و آرکیتایپ درون است. پس ظاهر ما تنها پوشش نیست، بلکه تا حدی بیانگر ناخودآگاه ماست و این زبان درونی ماست که با یونگ روان رو شبکه‌هایی از تداعی‌ها و ارتباطات می‌دونست که گرداگرد محتویات گوناگون ضمیر آگاه تنیده میشن. همه این تداعی‌ها به شکل مستقیم یا غیر مستقیم به مرکز فاعلیت، یعنی با من یا همون ایگو، در ارتباطن. من یا ایگو نه تنها از جنبه جایگاه مرکز ضمیر آگاهه، بلکه از جنبه دینامیکی هم همین گونه هست. ایگو کانون نیرویی که محتویات ضمیر آگاه رو به حرکت میندازه و اونا رو بر پایه اولویت یا شایستگی سامان میده. ایگو جایگاه تصمیم گیری و اراده آزادمونه. وقتی میگیم من به اداره پست میروم، در واقع ایگوی من تصمیمی گرفته و انرژی جسمانی و هیجانی لازم رو برای ارتباط این کار آماده کرده. ایگوئه که من رو به سوی اداره پست هدایت میکنه و به اونجا میرسونه. ایگو اون مدیر اجرایی که اولویت‌های ما رو تعیین میکنه. به اداره پست برو و اجازه نده میلی که برای قدم زدن در پارک داری حواس تو رو پرت کنه. با اینکه میتونیم ایگو رو مرکز خودخواهی بدونیم، با وجود این مرکز نودوستیمون هم هست. من یا ایگو، جوری که یونگ اون رو درک و بیان میکرد، از جنبه اخلاقی به خودی خود خنثی‌ست. من چیز بدی نیست، بلکه جزء بایسته و ضروری روان انسانه. این که میبینید در تعاملات روزانه گفته میشه چه بد فلانی عجب منیتی داره، اشاره به ایگوی متورم داره. در روانکاوی اصطلاح من متورم یا ایگوی متورم به مکانیزم دفاعی روانشناختی اشاره داره که در اون فرد درک و دریافت اغراق‌آمیزی از اهمیت و برتری خودش داره. فرد نیاز بیش از حدی به تحسین، قدردانی و به رسمیت شناخته شدن داره. نسبت به دیگران حس همدلی نداره. برای حفظ عزت نفس خود بقیه رو تحقیر یا بی ارزش میکنه. تورم ایگو خودشیفتگی، کنترلگری و خود بزرگبینی به بار میاره. ایگوی متورم اغلب میتونه مکانیزمی جبرانی برای پوشاندن احساس ناکافی بودن
یا ناامنی نهفته باشه. من اون چیزی که انسان رو از دیگر آفریده‌های طبیعت که اونها هم از هوشیاری برخوردارن متمایز کرده و همچنین هر فردی رو از دیگر افراد متمایز میکنه. من عامل فردیت دهنده در آگاهی انسان. من یا ایگو هوشیاری انسان رو دسته‌بندی و متمرکز میکنه و به رفتار آگاهانه فرد هدفمندی و سمت و سو میده. از اونجا که ما دارای من یا همون ایگو هستیم، آزادیم تصمیماتی بگیریم که شاید برخلاف غریزه ما برای بقا و فرزند آوریمون باشه. من دارای این توانایی که از پس انبوهی از مواد و مسائل موجود در ضمیر آگاه بر بیاد و اونا رو دستکاری کنه. من یک مغناطیس نیرومنده که ارتباط دهنده یا تداعی کننده و یک عامل سازمان دهنده هم هست. از اونجا که انسان‌ها در مرکز آگاهی خودشون از چنین نیرویی برخوردارن، میتونن انبوهی از داده‌های در هم آمیخته رو یکپارچه و اونا رو مدیریت بکنن. یک ایگوی نیرومند ایگوییه که بتونه از انبوه محتویات به آگاهی در اومده سر در بیاره و به شیوه روشمند اونا رو سامان بده. ولی یک ایگوی ناتوان از پس اینجور کارهای روانی چندان بر نمیاد و بیشتر دستخوش تکانش‌ها و واکنش‌های عاطفی هیجانیه. آدمی که ایگوی ناتوان داره به راحتی منحرف میشه و این امر به دلیل نبود تمرکز و انگیزه استوار و پایدار در آگاهیش رخ میده. ما میتونیم بسیاری از کارکردهای عادی ایگو رو کنار بذاریم و با وجود این هوشیار بمونیم. ما میتونیم به طور ارادی کاری کنیم که منفعل و بی‌عمل بشیم و مثل یک دوربین عکاسی فقط مشاهده‌گر دنیای درون یا پیرامون خودمون باشیم. اما به طور عادی کسی نمیتونه به شکل ارادی هوشیاری خودش رو تنها به امر مشاهده محدود کنه و برای مدت زمان زیادی اون رو همچنان در این حالت پا بر جا نگه داره. برای اینکه ایگو و دیگر بخش‌های روان بیشتر اوقات به سرعت در برابر موضوع مورد مشاهده وارد عمل میشن. برای نمونه وقتی فیلمی رو نگاه میکنیم شاید اولش فقط آدم‌ها و صحنه‌ها رو میبینیم و به اونا توجه میکنیم، ولی بالاخره در ادامه با یکی از شخصیت‌های داستان همزاد پنداری میکنیم و هیجانات عاطفی ما برانگیخته میشن. چرا که فیلم‌های سینمایی به گونه‌ای ساخته میشن که تماشاگر به شکل عاطفی هیجانی از شخصیت ویژه‌ای جانبداری کنه و همون چیزی رو تجربه کنه که شخصیت فیلم داره انجام میده یا احساس میکنه. حالا اگر ایگوی شخصی در تشخیص دادن و تمایز قائل شدن بین تصاویر فیلم و واقعیت دچار مشکل باشه، بیش از اندازه درگیر اتفاقات فیلم میشه و ایگوی او به عنوان مرکز آمال و آرزوها وارد کارزار میشه. ممکنه شخص بعد از تماشای یک فیلم به سبب احساسات و افکاری که صحنه‌های فیلم در ضمیر آگاهش میسازن تصمیم‌های مهمی در زندگی واقعیش بگیره. مثال‌های متعددی سراغ داریم از آدم‌هایی که بعد از بیرون اومدن از سالن سینما دست به اعمال خشونت‌آمیز یا شهوانی زدن. من یا ایگو به وسیله هیجانات، همزاد پنداری و آرزوها و اشتیاق فعال میشه و انرژی و کارکرد هدایتگری خودش رو در راستای عمل به کار میاندازه. پیداست که آزادی من یک آزادی محدوده. من به آسونی میتونه هم تحت تأثیر محرک‌های درونی و روانی و هم محرک‌های بیرونی که در محیط پیرامون ما هستن قرار بگیره. برای نمونه چه بسا من در برابر یک محرک تهدید کننده با فشرده کردن عضلات بازو واکنش نشون بده و از خودش دفاع کنه، یا شاید به سبب یک شور و کشش درونی برانگیخته و فعال بشه و عملی نوآورانه انجام بده یا عشق ورزی کنه یا دست به انتقام جویی بزنه. شایدم با خودشیفتگی نسبت به یک تکانه ایگو واکنش نشون بده. نمونه این موضوع رو میتونیم در کسانی ببینیم که هوای انتقام در سر خودشون دارن. هوشیاری ما به هنگام بیداری یک هوشیاری متمرکزه. اما ببینیم این متمرکز بودن هوشیاری چطور اتفاق میفته.
توسط ایگویی که در حال ثبت پدیده‌ها و محرک‌های درونی و بیرونی و بدن رو به تکاپو وامی داره. همانگونه که قبلتر گفتم، سرآغاز و سرچشمه‌های من به دوران کودکی برمیگردن. حتی یک کودک خردسال هم از همون آغاز شکل‌ها رو در پیرامون خودش تشخیص میده و به سوی اون شکل‌هایی کشیده میشه که تأثیر خوشایندی روی اون میذارن. تفکر عمیق و دقیق درباره ویژگی و چیستی این من به پرسش‌های بنیادین روانشناختی منتهی میشه. پرسش‌هایی مثل من یا ایگو اساساً چیه؟ یا من چه هستم؟ به گفته یونگ من مرکز آگاهی ماست. شاید ایگو ساده دلانه احساس کنه که همیشه وجود داشته. بر این اساسه که حتی پندار زندگی پیشین هم گاهی رنگ حقیقت و واقعیت به خودش میگیره و اینکه آیا ایگو در طول زندگی تغییر اساسی پیدا میکنه یا نه مسئله‌ای هست که هنوز هم بی پاسخ مونده. آیا اون منی که در 2 سالگی برای مادرش آه و ناله میکرد همون منی نیست که در 45 سالگی برای یک عشق از دست رفته یا در 80 سالگی برای از دست دادن همراه زندگی خودش اشک میریزه؟ با اینکه رشد و دگرگونی در بسیاری از ویژگی‌های من به ویژه در مورد توانایی‌های شناختی، شناخت خود، هویت اجتماعی و روانشناختی، شایستگی‌ها و دیگر موردها صورت میگیره، اما یک به هم پیوستگی مهم در اعماق ایگو به چشم میخوره. بسیاری از آدم‌ها روزی در زندگی خودشون احساس میکنن باید به دنبال کودک درونشون بگردن. نتیجه این جستجو چیزی نیست جز رسیدن به این شناخت که اون کسی که من در زمان کودکی بودم آیا همون شخصیه که اکنون در بزرگسالی هستم؟ شایدم اینطور باشه که هسته اصلی من در طول زندگی تغییر نمیکنه. ممکنه این مسئله بتونه شهود درونی و باور نیرومند بسیاری از آدم‌ها رو هم توضیح بده. اینکه با مرگ جسمانی این هسته من ناپدید نمیشه، بلکه یا در جای دیگه‌ای در بهشت یا نیروانا به آرامش ابدی میرسه یا در سطح جسمانی در یک زندگی دیگه‌ای از نو زاده میشه که بهش تناسخ میگن. کودک کمابیش در 2 سالگیه که برای اولین بار میگه من. تا اون موقع وقتی درباره خودش بخواد حرف بزنه ضمیر سوم شخص مفرد یا اسم خودش رو به کار میبره. سام میخواد یا سارا میره. هر موقع کودک بتونه من رو بگه و منظورش از من خودش باشه، هنگامیه که خودش رو آگاهانه در مرکز دنیای شخصی که داره بذاره و به این جایگاه ضمیر ویژه اول شخص مفرد رو بده، در آگاهی اون جهش بزرگی رو به جلو اتفاق میفته. هرچند این اتفاق به هیچ وجه به این معنا نیست که اون من آغازین که ازش صحبت کردیم تازه متولد شده باشه. هوشیاری و رفتار خیلی قبلتر از این مرحله به شکل سازمان یافته وجود داشته، ولی نه به صورت آشکار. من آشکارا پیش از این که انسان بتونه آگاهانه و با اندیشیدن خودش رو با اون مرتبط بکنه وجود داشته و فرایند شناخت این من کم کم رخ میده و در سرتاسر زندگی ادامه پیدا میکنه. رشد خودآگاهی فرایندیه که در طی دوره‌های بسیاری از خردسالی تا بزرگسالی به درازا میکشه. یونگ در کتاب خاطرات، رویاها، اندیشه‌ها یکی از این دوره‌های رشد خودآگاهی رو با جزئیات بیشتر بیان میکنه. او اینطور بیان میکنه که چطور در 13 سالگی انگار از درون ابر بیرون اومده و برای نخستین بار تشخیص داده که اینک این من. خب ما تا اینجا بعد از معرفی ساختارهای سایکی اولین لایه سایکی یعنی خودآگاه رو بررسی کردیم. بعد به ساختار درونش یعنی همون ایگو پرداختیم. در ادامه از 5 عملکرد ایگو یعنی ثبات شخصیت، ثبات هویت، شناخت و تشخیص، عملکرد اجرایی و واقعیت آزمایی صحبت کردیم و اونا رو تشریح کردیم. در اینجا به پایان بخش اول از قسمت اولمون رسیدیم. در بخش دوم میریم سراغ لایه دوم سایکی که ناخودآگاه فردیه که در شکلی که کشیدیم در وسط مثلثمون قرار داشت. با تشکر از شما که با ما همراه بودین و امیدوارم این مطلب اطلاعات مفیدی رو در اختیارتون قرار داده باشه.
ممنون میشم اگه سوال یا نظرتون رو زیر همین ویدیو برامون کامنت کنین تا کمکی باشه به ما در جهت بهتر عمل کردن در ادامه راه. ما رو در اینستاگرام دنبال کنین و برای آشنایی بیشتر با مفاهیم از فیلم هایی که از یونگ و یونگیان ها ترجمه می کنیم استفاده کنین. یونگ میگه هر چیز خوبی گرانبهاست و رشد شخصیت از گرانبهاترین چیز هاست. روز و شب خوبی رو براتون آرزو میکنم.